برگشته میگه کنکور برای پولداران نیست. آره داداش، عمه من 5 میلیون پول جزوه میده، دایی من مثلا میاد 7 میلیون پول کتاب میده. آره داداش نیست، درست میگی. به هیچ عنوان هیچ غرضی از تلخ زبانی و اوقات تلخی ندارم، ولی کسکش من کون خودم بگم مای 7 در میارم. حقیقتا این یک واقعیت و میدونم برات سخت باور کردنش، ولی خب آدم در طول ماه نیاز به آب و غذا داره برای اینکه زنده بمونه و جدا از اون پول برق، پول آب، پول نمیدونم ممکنه مریض بشی بخوای بری مثلا بیمارستان یه استامینوفن چیزی مثلا یا آمپول و این داستانا، ویزیت دکتر 600,000 تومان، قبر 25 میلیون تومانه. اینو اگه نمیدونستی کسکش، قبر 25 میلیون تومانه. دیروز قیمت کردم حمال 25 میلیون تومان. آره داداش، حالا من بخوام مثلا پول یک کتابم بدم تو این وضعیت 5 تومن یک کتاب، حالا 60 تا دیگه هم باید بگیریم مثل اون، مثلا 5 تومن پشتم او قلمچی کلاس برو آزمون تست این کسچه‌ها هم باید بالا کندت کنن دیگه. تو راست میگی، برای پول دارم نیست. تو راست آقا تو